خودشناسی چیه و چرا مهمه؟ وقتی صحبت از خودشناسی میشه همه چیز عجیب، گیج کننده و شاید غیر ممکن به نظر بیاد. یا خیلی همون فکر میکنیم این چیزها یعنی بیداری و خودشناسی مخصوص یه آدمای خاصیه که شرایط خاصی داره که هر کسی نمیتونه بهش برسه یا انجامش بده. اما مسئله جالب و شگفت‌انگیز اینه که همه انسان ها ندانسته همین الان هم در مسیر بیداری هستن. همه بدون اینکه خبر داشته باشن و بهش آگاه باشن در حال بیدار شدنن. در هر شرایط و موقعیتی که هستن فرقی نمیکنه. این یه چیز خاص یا منحصر به گروه مشخصی نیست. همه آدم ها همین حالا دارن حرکت میکنن به سمت یادآوری و خودشناسی. برگردیم به مفهوم خودشناسی. به این سوال مهم که خودشناسی چیه؟ خودشناسی یعنی بدونم من ارزشمندم. صرف نظر از این که کی هستم، کجام، اسم و رسمم چیه، خانوادم کیه، چی کارم. خودشناسی یعنی مسیری که ذره ذره توی اون مسیر یادم بیاد من فوق‌العاده‌ام و نور بی پایانم، حتی اگه یادم رفته. حتی اگه الان هم‌هویت شدم با جسم، با ذهن، با شرایط زندگیم، با فرهنگم، جنسیتم، زبانم، نژادم. کم کم یادم بیاد چرا دارم زندگی میکنم. یادم بیاد من کیم و اصل و اصالت واقعیم چیه. یادم بیاد ارزش من ذاتی و حقیقیه. صرف نظر از این که بقیه چی فکر میکنن، چی میگن یا چجوری با من رفتار میکنن یا خودم چه فکر و تصوری درباره خودم دارم. یادم بیاد چیزی رو که امروز به عنوان جسم و تن در اختیار من هست رو انتخاب کردم تا ذره ذره زندگی رو زندگی کنم. تا با تمام وجودم گریه و خنده، شادی و غم، امید و ناامیدی، عشق و نفرت و تکبر و فروتنی رو مزه کنم. تا لذت ببرم از گرمای تابستون و سرمای زمستون. تا مست شم از عطر بهار یا پیچیدن باد لای موام. من اینجا نیستم تا فقط شاد باشم، چون یادم میاد غم روی دیگه شادیه. ترس به اندازه شجاعت لازمه. شکستم مثل موفقیت دلچسب و زیباست که اگه این تضادها نبود دیگه شادی و عشق و شجاعت معنی نداشت. یادم میاد من همزاد با درختم، گاهی در باد و گاهی در نسیم. زمانی زیر بارون نرمی که تنمو نوازش میکنه و یا گاهی به شکل تگرگ به تنم سیلی میزنه تا ریشه های وجودم رو محکم‌تر کنه. یادم میاد که رودخونه ای هستم که گزینش نمی کنم پرآبی و خوشسالی و تبخیر شدن تنم توی حرم گرما یا منجمد شدنش توی یخبندون و سرما. زمانی جاریم با قدرت و گاهی حتی بدون قطره یا بدون غصه و ترس این که آب را بگن من رودخونه خروشان و زیبا یا رودخونه خشک که زمانی جریان حیات و فراوانی داشت. بی نیاز از تعبیر و توصیف، در پذیرش هر آنچه هست، جاری و رها. توی مسیر خودشناسی یاد میگیرم خودم رو دوست داشته باشم با تمام دردها، رنجها و شادیها. یاد میگیرم خودشناسی یعنی روبرو شدن با ترسها و شفای زخمها
یعنی خودم رو میپذیرم با عشق، با تمام آنچه که در درون و بیرون از من جاریه، بدون قضاوت، بدون تحلیل، بدون مقاومت، جاری در جریان زندگی، در آغوش اکنون ابدی. خودشناسی یعنی یاد میگیرم ذره ذره وجودم رو بپذیرم و به صلح درون برسم.